سلام دوستا، امیدوار هستم همه شما خوب باشین. دوستا و خانما و دختر خانمای زیادی در مورد مویای من سوال کرده بودن. قربان نظریات نیکتان از اینکه مویای من زیبا دیدتان زیبا است، ولی با آن هم من نمیخوایم گپتان در زمین بندازم. میخوایم که بر شما یک روغن معرفی کنم. این روغن روزماری است. خوبیشی است که همین لحظه میتونین برین از دیمی خریداری بکنین. البته این موضوع تبلیغی نیست دوستان، چون که شما خیلی بر ما کامنت های مثبت و خوب میمونین، جدا از کامنت های منفی به اونا توجه نمیکنین. به خاطر کسایی که کامنت های مثبت میمونن، به خاطر کسایی که مرا تشویق میکنن، خواستم که یک سپاسگزاری داشته باشم و این روغن روزماری را بر شما معرفی کنم. شما یک عکس ما رو میبینین. یک عکس ما تقریبا 1.5 سال پیش است، زمانی که دختر ما تازه متولد شده بود. موی ما اینقدر بود، ولی حالا که میبینین موی ما به این اندازه شده. این از برکت روغن روزماری است که من استفاده میکنم. دوستا، روغن روزماری را فقط در هفته 2 یا 3 بار استفاده کنین و همچنان در کف سرتان بزنین، ساقه مویتان بزنین. در دیگه قسمت ها استفاده نمیشه. امیدوار هستم که از ویدیو لذت برده باشین و مفید واقع